فرزانه قلندرزاده خواهریم حامد اقبال صدیقی کجان اگر همی ویدیوی ما را ببینین التماستان میکنیم همی گپای دروغ و گپایی که مثال فریفته نمیدونم کدام گروه ها شدگین باز کنین همی گپاتونه تاجیکستان ما تینجای شما اگه جا میدونین که در وطن ما چی گپای حاضی نمیمد همجا شتگی باشم نمیدونم که همی دیوال اپاره خونه مای نمیدونم که موش در اومده در خونه مثال یا دست در اومده در خونه یا که یک چی شده نمیدونم تا خودم با چشم خودم نرم نبینم تو مثال در یک او پرای دنیای بگیم تا اگه جا میدونی که در تاجیکستان چی گپایه مثال چیه صد که صد برنامه تا تماشا کردم یک نامه ای فلانی اومد یک نامه ای فلانی اومد و همش دروغ نکه دروغ پروسه تخت شمرو میکنی تخت بد میکنی یک کسی دیگر هم در فریب خودت میاری میغتونی خود دروغانی گپاد بس که دیگه جوانای هستن که فریب تو رفتگی انوژه حیاتی چندین کسا را تو میسوزانی میگو که دولت تاجیکستان این خیلی او خیلی همه دولت جنایت کار داره همه دولت مثال عیب و ایراد داره همون دولت هایی که حوض خودت زندگی کرده استی بچه را گرفته است دختر را گرفته است چون چی حیوانگری ها شده است تاجیکستانی ما هیچی نیست خدا را شکر هم از همی نمازش را میخونه سرش هم با کار خودش به زندگی خودشه خیلی جنایت هر کس مثال شیطان مرد پرزور یک کارت میکنه یک مجبورت میکنه جنایت هم میکنی خیلی جنایت که کردن کسی که جنایت میکنه و کارکنی دولت کارکنی حکومت میرود در جزای خودش میبینه خیلی مثال تو پدری چند فرزند داری اون فرزندای تو اگر برام پرسن یک تاش میگه دادم داخل نکرد دادم داخل نکرد همه میگن هم خیلی است تو مثال میگوی که سطرهای زنکا را میگیرن ای سرشون یا که نماز خونی نمیمونن این گپا را تو میگوی ما خند که یکون کس ما را نگفته که سطر تا بگی این شب روز در خونم سطرم کردگی میرم بازار دختر که جای میرم یکون کس نمیگه که سطر تا بگی ای سرد تا حق نداری سطر کنی یا که تا حق نداری نماز بخونی خیلی مسجدها را محکم کردن برای همین کسا محکم کردن چند جای دیگر هم محکم کردن همین دو روز پیش کودک ما گرفتم شنبه رفتم با سطرم در اومدم یه زنه که میبینی همش با سطر میروند با انسان میبرن کارشو نبود میکنن میروند میگو که مهاجر همه دولت مهاجر دارد هم تاجیکستان خودمان یا با انسان رفتم خیتای اومد روس اومد ازبک اومد استادم نگاه کردم گفتم تاجیکستان ما همش تاجیک هم نبود است همش دولت دیگه هم بود است مثال با تاجیکستان ما میرم با یک دولت دیگه چندین کسش با فریفته تا شدگی خود در گرد اروپا خود در روسیه در مهاجری کار میکنن مثال همه قفای رزق روزی خودش باید نو باید راه میروه و با اصر اومد یک کسال اومد که همه دولت قیمتی شد همه دولت مچتو محکم شد یک تاجیکستانی ما نه که مثال این کسال جنوب ناورد که کسال خداوند درد داد شفاش میتین تو دیجو میخوازی تاجیکستان ما را قهر گپ میگوی وطن مونه قهر گپ میگوی دستیسه میچینی گپای دروغ گپ میزنی این گپا دروغه یک جان دروغ کسی بطره یکون گپ میزنه دروغه این ما کار میکنیم خسرم کار میکنه هیورم کار میکنه چنین رزق روزی ما میآوریم با دسترخوان خدا را شکر میگیم دسترخوان مناجات میکنیم یک جای دیگه میره قشلاقای میره به خدا قشلاق میگوی آدماشون نمیبینی میگوی مثال هیچی ندارن یا کیچن دسترخوانت نکریوت میکنن دهنت میکنه همه چی دارن تو مثال میگوی که قشاقیه این خیلی خداوند آدم کم ریست میکنه به رزقش نمیکنه میآوه میجشن مو یک مرچه در تای سنگای رزقش میآوه تو مثال این راهی که انتخاب کرده این راهت خطایه این راهی تو اخیرش همیه باطلاق راهی تو همه یا مردنه یا که یا پستیه اکا جان اکم هم باشی صدقه هم قطینجی و امانی همی تاجیکستان خدمت کند